با 1 تومن اینترنت تو رو هم پرو میکنه. این ادعایی است که به تازگی توسط برخی از افراد به صورت آشکار تبلیغ میشه، در صورتی که گفته شده بود اینترنت پرو فقط برای کسب و کارهاست. در همین راستا با یکی از این افراد صحبت کردیم. 1 تومن که ما میگیریم برای تاییدیه مجوز شما، بعدم یه 280 همراه اول باید واریز کنید برای بستتون. پاسپورتتون رو میفرستیم هم مجوز، بعد تاییدیه از همراه اول میاد، همونجا ثبت نام میکنید و بستتون هم تو همراه منتون میاد. البته ایشون میگفت که 2 روز شروع به کار کرده و تمام شروع شده. تا همون کسایی که تقریبا فرستادیم تاییدیهشون اومده. چیزی که مشخص بود، شماره‌ای که باهاش تماس گرفتیم شماره یک دفتر پیشخوان بود. از ایشون هم پرسیدیم که ما به عنوان چه کسب و کاری معرفی میشیم. به عنوان مشتری دفتر پیشخوان. در همین راستا با پشتیبانی همراه اول تماس گرفتیم. ما کلا به سازمان‌ها ارائه می‌کنیم این نوع سرویس رو. اگر خود دفتر پیشخوان در واقع به شما معرفی نامه بده، یعنی در واقع شما رو شامل خود بخش خودش بدونه براتون پیگیری انجام بده، بله میشه. کاری که داره انجام میده در واقع شما رو داره زیر مجموعه سازمان قرار میده. البته افراد دیگه هم هستن که مبلغ‌های بیشتری رو میگیرن و تبلیغ میکنن. از زمان برقراری اینترنت پرو اعتراضهایی هم صورت گرفته که این طرحی است برای درآمدزایی. سید مهدی طباطبایی هم نوشت که این طرح اینترنت پرو طرح موقتیه و بحث درآمدزایی یک بحث انحرافیه. به تازگی ریاست قوه قضاییه گفته خبرهای به من رسیده، من دارم تحقیق میکنم، دارن پول میگیرن، چند 10 میلیون میگیرن، پول میگیرن. از طرفی هم دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران گفته که در شرایط فعلی که اپراتورها تحت فشارهای متعددی هستند، هر اقدامی که بتونه به ایجاد درآمد پایدار برای اپراتورها کمک کنه قابل درک و حتی ضروریه. نزدیک به 60 روز از قطعی اینترنت میگذره و حالا هم بازار سیاهی برای اینترنت پرو شکل گرفته.